هنگام گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده مرد 35 ساله ساکن شهر مذکور با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه ینور سال 2021 با روی فریب به باوری جوان 23 ساله ساکن همین شهر درآمده از او 212,625 سومانی را گرفته وعده داده است که بر عوضش از بنای نوساختمانی شرکت خیر ساختمان خانه دو حجرگی گرفته می‌آید، اما مبلغ را به شرکت مذکور سپرده خانه استقامتی را به دیگر شهروند فروخته است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه همدانی با عریضه مرد 28 ساله ساکن امین نویه مراجعت نموده است که 5 مارس سال 2022 تقریبا ساعت 08:30 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی از داخل افت شخصی تمغه اوپل استرا که در توقفگاه نزد بازار مرکزی نویه می ایستاد یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 7 را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرری رسانیده نشده 4000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 15 ساله ساکن ناحیه مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نسبت نابالغ پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 بندهای ا و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.